تا حالا شده سنگ شانس بخری ولی هیچ تغییری تو زندگیت احساس نکنی؟ شاید هنوز انرژیشو فعال نکردی. تو این ویدیو چند روش فوق‌العاده یاد میگیری که سنگ ها تو به منبع قوی از شانس و انرژی تبدیل کنه. حتما ببین، چون این راز رو خیلیان نمیدونن. سنگ های شانس قرن هاست که به عنوان نماد قدرت، محافظت و جذب انرژی های مثبت استفاده میشن. اما برای بهره مندی کامل از انرژی اونها باید به درستی فعال و شارژ بشن. حالا چجوری؟ اول باید پاکسازیشون کنیم. یعنی قبل از فعال سازی باید انرژی های منفی که سنگ جذب کرده رو پاک کنیم. این کار باعث میشه که سنگ آماده دریافت انرژی های مثبت بشه. حالا به چه طریق؟ یکی از قوی ترین روش ها قرار دادن سنگ در آب و نمک طبیعیه، یعنی نمک دریا. این روش برای اکثر سنگ ها مناسبه، اما برای سنگ های حساس مثل سنگ فیروزه یا سنگ اپال توصیه نمیشه. یکی دیگه از راه های پاکسازی دود دادن با گیاهانه. مثلا استفاده از دود مریم گلی یا چوب صندل یا عود باعث از بین رفتن انرژی های منفی میشه. یا راه دیگه قرار دادن سنگ زیر نور مستقیم خورشید یا زیر نور ماه کامل به مدت چند ساعته که خیلی به پاکسازی و شارژ اون کمک میکنه. حالا بعد از پاکسازی باید سنگ رو مجددا با انرژی مثبت پر کنیم. حالا به چه روش‌هایی؟ اولیش قرار دادن سنگ زیر نور ماه کامل یا خورشیده. همینجور که ماه و خورشید میتونن انرژی منفی رو از سنگ بگیرن، میتونن سنگ رو با انرژی مثبت شارژ کنن. سنگ‌های مثل کوارتز یا آمتیست زیر نور ماه و سنگ‌هایی مثل سیترین و عقیق زیر نور خورشید بهترین نتیجه رو میگیرن. میدونیم که زمین منبع انرژی خالصه، پس میتونیم سنگمون رو به مدت 24 ساعت درون خاک بگذاریم تا انرژی طبیعی رو جذب کنه. حالا که سنگمون پاکسازی و شارژ شده، باید انرژی اونو با خودمون هماهنگ کنیم که این کار میتونه به چند طریق انجام بشه. یکیش اینه که سنگ رو در دستامون بگیریم، چشمامون رو ببندیم و روی نیت و هدفمون تمرکز کنیم. تصور کنید که انرژی سنگ در بدن شما جریان پیدا میکنه و شما رو احاطه میکنه. قبل از استفاده نیت خودتون رو در مورد سنگ مشخص کنید. به آرومی با اون صحبت کنید و بیشتر از جملات تأکیدی استفاده کنید. مثلا بگید این سنگ به من انرژی مثبت و شانس میده و جملاتی نظیر این و مدام با خودتون تکرارشون کنید. یکی دیگه از ساده ترین روش ها داشتن این سنگ در کنار خودمونه. میتونیم در جیبمون یا کیفمون قرارشون بدیم یا به صورت گردنبند یا دستبند استفادهشون کنیم. اگر این سنگ همیشه همراهمون باشه، باعث تقویت انرژی مثبت درونمون میشه. خب حالا که یاد گرفتی چطور سنگ شانس خودتو پاکسازی و شارژ و فعال کنی، وقتشه که این روش‌ها رو امتحان کنی و قدرت واقعی سنگتو احساس کنی. یادت نره هر سنگ فقط وقتی انرژی داره اثر داره که با انرژی تو هماهنگ بشه. پس اگر این ویدیو برات مفید بود، حتما نظرتو تو کامنت ها بنویس و برای دوستانی که به شانس و انرژی نیاز دارن بفرست. و همیشه پر از انرژی و شانس باشی.